اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که دوباره میتونم از نزدیک با شما هموطنان عزیزم گفتگوی رو در رو داشته باشم. خب لازم میدونم که به استحضارتون برسونم که چهره‌ای که میبینید خود بنده هستم. با خداوند متعال گفتگویی داشتیم چند روز پیش در خصوص شرایط مملکت. من گفتم خداوند متعال الان که جناب ترامپ رفتن و جناب بایدن اومدن، شرایط بسیار مناسبیه که واقعا ما بخوایم دوباره گفتگوها رو از سر بگیریم و این مملکت رو از این بلاها واقعا نجات بدیم. آیا گزینه‌ای دارین که معرفی کنید؟ خداوند متعال گفتن چطور نداریم. خود جناب عالی ایشون عنایت فرمودند و بنده رو دوباره فرستادند و به صورت توپل که خودمون هم خیلی خوشحالیم با این شرایطی که خودمون رو دیدیم، واقعا ذوق میکنیم. خدا رحمت کنه. جای حضرت امام خالی بود که من دوباره با این شکل میدیم.